خب ببینید در روز ما شما با اینوایس هم کار کردیم تا اینجا که اینوایس ما شما باید کدام ریکوایرمنت باید داشته باشه، چی رقم باید باشه. این مکمل ما شما کار کردیم. بعد از این یعنی چند یونیت در اینوایس. باز هم برتن میگم کوشش کنید شما هر وقتی که شما اینوایس سابمیت میکنی، شما لیستینگ میکنی یا کار کنید، شما پیش پروداکت خود چک کنید که اول آیا این پروداکت با اکاونت ما کاپی لیستینگ یعنی does not qualify ایشو نمیه. دومی است که چند یونیت از ما میخواه. شده پیش از این که شما این جنس پیمنت میکنید، یعنی پیش از پیمنت کردن شما این را ببینید که آیا این پروداکت با اکاونت ما لیست میشه یا نمیشه، یعنی اپلای تو سیل یا سیلز پروداکت میه یا نمیه. و دومی است مهم که اینجا چند یونیت ریکوایرمنت امازون است. این رقم نشود که بجت شما، سرمایه شما $500 باشه و شما وقتی که شما اینجا مکمل سرمایه هم زیاد نداری. همین رقم یک شاگرد بود دفتر آمد تقریبا یک 2 ماه پیش آمد. با ما گفت که استاد ما نمیفهمید از کدام جای دیگه بوده، خود اینجا شاگرد ما نبوده. گفت که ما یک جنس خریداری کردم. وقتی که ما جنس خریداری کردم مکمل سرمایه ما $1000 بود. باز ما که جنس خریداری کردم، اول که جنس ما به پریپسنتر رسید که لی پرودکت لیست میکنم، امازون بر ما میگه که کم از کم 300 یونیت باید شما اپلود کنید. میگه حالا ما 300 یونیت توتال سرمایه ما تقریبا از 100 یونیت هم نیست. 300 یونیت که ما خریداری میکنم تقریبا $3000 میشه، ولی مکمل سرمایه ما $1000 است. حالا می $1000 ما مکمل جنس خریداری کردم، ما دیگه $1 هم ندارم که ما می جنس خریداری کنم به آمازون که می $3000 میشه. باز گفت که ما چی کار کنم؟ گفتم این سر شما تاوان است. تاوان به این خاطر است که کسی دیگه هم نمیتونه که جنس شما خریداری کنه، به خاطر که اینوایس به نام شما جور شده، پیمنت از طریق شما شده، سپلای چین از طریق شما جور شده. صحیح شده، یعنی کسی دیگه هم باز نمیتونه کیس پر. تو اینجا باید شما متوجه باشید که پیش از اینکه شما جنس خریداری میکنی، آردر پلیس میکنی، ببینی که چند یونیت اینجا از شما میخوای. امازون 10 یونیت بود، 100 یونیت بود. و اگر 100 یونیت هم باشه ببینید، اگر یک $1 باشه قیمت از این $100 میه، مشکل نداره. اگر $2 باشه $200 میه، اگر $3 باشه $300 میه، $300 میه، اگر $5 باشه $500 میه. اینقدر زیاد نیست. یعنی پروडक्ट की वो हाई टिकट ना भाषा फॉर एग्जांपल $20 $30 $80 $50 این رقم نباشه. صحیح شده؟ این مشکل نداره. حالا ببینید این خب ما تا اینجا بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه ما ایمیل خود میبینم یا اینجا سی آل نوتیفیکیشن ما اینجا میبینم. بعد به اون ما کار میکنیم که ما چی رقم میبینیم که این وایس ما اپروو شده یا نشده. اگر اینوایس ما اپروو شده خب 2 روز ما کار کردیم. آل ما میایم یک پروداکت میگیرم که او آلردی با اکانت ما انگیج باشه و انگیج پروداکت چه رقم لیست میشه. من اینجا میایم پس با اد پروداکت کلیک میکنم. ببینی اد پروداکت است. فور ایگزامپل از اینجا ما یک پروداکت دیگر میگیرم. ها فور ایگزامپل ما این پروداکت میگیرم. صحیح شده؟ ای بی ام است. پروداکت ای بی ام است. ما اینجا ای کاپی میکنم، اسن از کاپی میکنم. صحیح شده؟ و میم اینجا اد پروداکت. صحیح شده؟ اینجا ای اسن ما پیست میکنم. اسن که پیست کردم، شما میتونید که نام پروداکت هم نوشته کنید. میتونید شما که یو پی سی هم کاپی کنید. شما میتونید که نام برند هم سرچ کنید، مشکل نداره. سرچ میکنم. حالا ببینید ما چی میکنم. پروداکت لیستینگ ما پیش میبرم. دیروز خب ما شما تا اینجا رفتیم او چی بود؟ اینوایت از ما میخواست و پروداکت گیتد بود. صحیح شده؟ حالا ما میبینیم که یه پروداکت با اکانت ما لیست میشه یا نمیشه. ما یک پروداکت میگیرم که او با اکانت ما انگیتد باشه، یعنی گیتد نباشه.
ها اینجا ما کاندیشن پروداکت سلکت میکنم نیو. ببینید حالا اینجا چی میاد؟ سل دیس پروداکت. ببینید شما اینجا میاد سل دیس پروداکت دیرو چی بوده؟ اپلای تو سل بود. صحیح شده؟ حالا سل دیس پروداکت به این معنی که ببینی بغیر از اینوایس این پروداکت دایرکت با اکانت ما چی میشه؟ لیست میشه. ولی به این معنی نیست که معزون در فیوچر از ما اینوایس نمیخواه. اینوایس از ما میخواه. صحیح شده؟ خب فعلا نیاز به اینوایس نداره. در حالت لیست کردن این پروداکت چی هست؟ این پروداکت انگیتد است. ما میم سی آل پروداکت. حالا ببینید ما که سی آل پروداکت میزنم آل از ما اینوایس و چیزا که پیش که ما و شما دیروز کار کردیم اون نمیخواد. ببینید دایرکت پروداکت ما چی میشه؟ لیست میشه. یعنی دایرکت پروداکت ما مستقیما آماده با لیستینگ میشه. اینجا امازون و ریکوایرمنت که دیروز از ما شما خواست که اینوایس شما باید از 100 روز بکنه باشه، این پرمیشن شما باید باشه، این پرمیشن سپلایر باید باشه، بیزنس نام شما باید باشه، یونیت باید باشه، اینجا لوگوی سپلایر باید باشه، اینوایس چی رقم باید باشه. این چیزا عالمی نمیخواد. مستقیما پروداکت ربط با صفحه لیستینگ. صحیح شده؟ حالا ببین اینجا از ما هیچ چیزی نمیخواد. نه اینوایس میخواد، نه اینجا هیچ چیز میخواد. مستقیما پروداکت چی میشه و لیست میشه. ولی به خاطر کی پروداکت انگیتد است. دایرکت سل دیس پروداکت ما. حالا سل دیس پروداکت ببین زیادتر وقتی که شما هیستری سل زیاد میگیری هم زیادتر پروداکت با اکانت شما چی میشه؟ انگیتد میشه. وقتی که شما خوب ریویو میگیری، خوب ریتینگ میگیری، هم پروداکت زیادتر با اکانت شما انگیتد میشه. خوی مشکل نداره. شما دایرکت بازم از برند خریداری میکنی، اینوایس برند چی میشه؟ قابل قبول است. اول ما اینجا چی میتم؟ SKU. SKU معنی Stock Keeping Unit. صحیح شده؟ SKU شما هر چیزی که شما SKU میتی ببینید ABC 1 2 3. ببینید مکمل SKU است که ما اینجا اضافه کردم. ما چه رقم SKU میتم؟ ببینید اگر شما اینجا 1 2 3 4 نوشته کنیم صحیح است. اگر شما اینجا نام خود نوشته کنیم هم صحیح است. اگر شما اینجا نام خود نوشته کنیم هم صحیح است. اگر شما یک کد نوشته میکنیم هم صحیح است. شما نام پروداکت نوشته میکنیم. ولی این SKU چی است؟ هر وقت که ما شما منیج آل اینوینتری میریم پرایس آف اند داون میکنیم این اسکیو اونجا به ما شما نشان میده. صحیح شده؟ اونجا این اسکیو بر ما شما چی میده؟ نشان میده. و این اسکیو باز پراپیت و لاست باید بر ما شما معلوم میکنه. ما شخصا ما چی رقم میکنم؟ اسکیو ما چی رقم میزنم؟ صحیح شده؟ ببینید اسکیو ما این رقم میتم. یعنی شما رقم بر خود میتونی که اسکیو هر چیز میتی کدام مشکل نداره. ما چی رقم میکنم؟ فور ایگزامپل این پروداکت است، این جنس است. ما این جنس خریداری کردم با $10. فور ایگزامپل $1 کاست پریپسنتر آمد، $1000 شد. فور ایگزامپل اینجا $3 بی پیک اپ پی شده، $14 شده. فور ایگزامپل $2 ریپیرل پی شده، این شد $15. صحیح شده؟ $16. حالا ما چیکار میکنیم؟ این پروداکت با من با $16 تمام شده. صحیح شده؟ این یه چند فروخته میشه $8. من این چی نوشته میکنم؟ من اینجا این پروداکت تایپ میکنم چی هسته؟ فود تو لایف ارگانیک. صحیح شده؟ چی میکنم؟ اینجا $16 تایپ میکنم. $16 که ما میتونم ببینید این باز نیاز به این نیست که ما اینوایس ببینم که در این پروداکت چقدر در ما در تاوان هستم. هر وقت که ما پرایس کم و زیاد میکنم اینجا بر ما واضح معلوم میشه که در این پروداکت فایده چند است؟ تقریبا 16 17 18 19 $3. یعنی ما اینجا میفهمم که در این پروداکت ما $3 پراپیت میکنم. باز هر وقت که ما و شما پرایس وار میکنیم، کمپیتیشن میکنیم، کمپیتیتورها کمپیت میکنیم، بازوخ ما چی کار میکنم؟ پرایس آف اند داون میکنم. آف اند داون میکنم اینجا دایرکت به ما معلوم میشه که ببینید این پروداکت با ما با $16 تمام شده. ما باید از $16 کم جنس سل نکنم. اگر ما اینو با 15 میفروشم دایرکت به ما معلوم میشه که ببینید با 15 ما اینو میفروشم $1 ما در ضرر هستم، $1 ما در نقص هستم. و اگر ما ایرا با $20 میفروشم واضح به ما معلوم میشه که ما اینجا $4 در پایده هستم. بعد از اینجا چی است؟ serving size. صحیح شده؟ serving quantity. چند کوانتیتی از پروداکت شما؟ اگزامپل هر چقدر که کوانتیتی است شما بگید فور ایگزامپل 50 یونیت است. صحیح شده؟ باز اگزامپل اینجا چی میآید؟ یعنی این بچی است. این پروداکت شما بارز است، کپسولز است، گرامز است.
ای باز هر وقت که شما به دیتیل پروداکت میری، باز اینجا این معلوم میشه واسه شده که پروداکت شما با میلی گرم میآید، با پلز میآید، با هر چیز که هست. باز شما میتونید که در دیتیل پروداکت شما ببینید که ای چی هست. پروداکت ما چی هست؟ بارز است. این در این بارز میآید. بعد از ما اینجا چی کار میکنم؟ فولفیلمنت چینل. فولفیلمنت چینل کد یعنی شما اف بی ام میکنی یا شما اف بی ای میکنی. اگر ما اف بی ام میکنم I will نمبر 1 ماچ میکنم، سلکت میکنم. ببین نمبر 1 که من اینجا سلکت کردم صحیح شده، اینجا این صفحه به ما میاد. این صفحه میاد، ما اینجا ببینید این طرف میام با ادیت کلیک میکنم. ادیت که من اینجا کلیک کردم اور چی کار میکنم؟ پایین میام ای به بارز دادم ما. بعد از اینجا فولفیلمنت چینل کد، در فولفیلمنت چینل کد ما اینجا اف بی ای سلکت کردم. صحیح شده، ببینید اف بی ای. اگر شما اف بی ای میکنید باز شما چیکار کنید؟ this one سلکت کنید. صحیح شده، second one. پیرن ما چی میکنم؟ اف بی ای میکنم، اولین انتخاب میکنم و پایین ما میم اینجا your price. پرایس چند است؟ ما میگیم که پرایس هست $19. کندیشن هم چی است؟ نیو است. اوکی بس خلاص شده. اینجا ما سیو میکنم. ببینید اینجا سیو آپشن آمد، ما به سیو کلیک میکنم. اوکی 1 error. بعد ما پس اینجا چیزی مانده. صحیح شده، به ادیت کلیک میکنم دوباره کدام چیز. اوکی ما این dangerous کاتگوری ما اینجا سیت نکردم، این مانده. ما اینجا میام ببینید dangerous goods regulation. dangerous کدام پروداکت است؟ hazmat پروداکت. صحیح شده، hazmat پروداکت باشه یا hazardous پروداکت باشه. یا ما شما hazardous پروداکت میگیم، dangerous میگیم، hazmat پروداکت میگیم. صحیح شده، یعنی این پروداکت اینجا مازون میگه که این پروداکت خو چی نیست، dangerous خو نیست. ما میگیم که ببینید اینجا storage transportation waste ما میگیم که not applicable، یعنی dangerous نیست این پروداکت، در dangerous کاتگوری نمیاد. صحیح شده، بعد ما چی میکنم؟ سیو میکنم. کوشش کنیم ما پیشم براتون گفتم که پروداکت dangerous باشه شما زیاد سل نکنید. حالا ببینید صفحه مکمل خلاص شده، لیستینگ ما خلاص شده. اینجا صرف میام چی میکنم؟ سابمیت میکنم، ready to submit. من اینجا با سابمیت کلیک میکنم. پروداکت ما چی شده؟ لیست شده. ببینید سردرد ما خلاص شده و جنجال که برای ما جور بوده و خلاص شده. زیاتر جنجال که برای ما میاد و کجا میاد؟ در جریان پروداکت لیستینگ میاد. اینوایس قبل نمیشه یا اینوایس ریجکت میشه یا کدام مشکل دیگه باشه. وقتی که پروداکت لیست شو بعضی چیزا نمیاد. حالا ببینید all done, your listing has been submitted. Please visit the manage all inventory page in 15 minutes to view and edit your listing. 15 دقیقه صرف وقت میگیره. 15 دقیقه بعد ما چی کار میکنم؟ ما میایم شیپمنت پلان میتونم که جور کنم. ببینید اگر لیستینگ و شیپمنت پلان شما اگر یک ماه وقت هم فرق داره مشکل نداره. صحیح شده، 10 روز هم فرق داره مشکل نداره. هر چقدر فرق داره کم از کم 15 دقیقه بعد ما و شما باید انتظار شویم. بعد از 15 دقیقه ما میتونم که شیپمنت پلان جور کنم. حالا ببینید پروداکت ما چی شده؟ لیست شده. لیست به این معنی که یعنی پروداکت ما اویلیبل شده، الیجیبل شده با اکاونت ما. یعنی ما میتونم که ما این پروداکت که اینجا است ما با اکاونت خود سلز کنم، با پروش برسانم این پروداکت. صحیح شده، یعنی این پروداکت ما میتونم که ما این پروداکت چی کنم؟ سل کنم. نه کدام ریستریکشن است، نه کدام هیچ مشکل است. بغیر از کدام ریستریکشن، بغیر از کدام مشکل اینوایس ما اپروو شده، جنجال ما شما خلاص شده. اول چی کار مان شده؟ اول ما شما باید چی کار کنیم؟ پریپ سنتر جنس ما شما با پریپ سنتر شیپ میشوه. هر وقت که جنس ما شما با پریپ سنتر میره، دیروز هم ما به شما گفتم که پریپ سنتر چند چیزا بر ما شما روان میکنه. پریپ سنتر کی است او بر ما شما پروداکت دیتیل روان میکنه.
پروداکت دیتیل چه رقم روان میکنه؟ پروداکت دیتیل یعنی در اون پروداکت ویت که پروداکت شما وزن چند داره و پروداکت دایمنشن روان میکنه که پروداکت ویت شما چند است صحیح و پروداکت دایمنشن ما شما روان میکنه یعنی ویت هایت لنث صحیح شده ویت یعنی با دری اگزکت مینینگ از نمیفهمم خب ویت معنی است طول است یا عرض است من نمیفهمم اگزکتلی و هایت بلندی and length ارتفاع به نظر ما صحیح شده بازی به شما این چه چیزا به شما روان میکنه پروداکت ویت پروداکت ویت پروداکت یعنی در پروداکت دایمنشن می است شده و این هم روان میکنه که در یک باکس چند یونیت است صحیح شده در یک باکس شما چند یونیت است فور ایگزامپل در یک باکس شما 50 یونیت است این به شما پرسنتر میگه که در یک باکس شما 50 یونیت است فور ایگزامپل این رقم میگه که پرسنتر به شما چه رقم روان میکنه این رقم ببینید روان میکنه total box 15 for example total box 4 یعنی total box شما 4 باکس آمده در هر باکس for example 3 box have 50 unit صحیح شده one box has 30 unit for example total یونیت شما چند است معلوم میشه صحیح شده که یعنی در 3 باکس 50 یونیت شده به این معنی که شده یک و نیم صد و 30 که شده 180 یعنی توتال یونیت شما توتال پروداکت شما که است 180 یونیت است در 3 باکس 50 یونیت آمده و یعنی شما 180 یونیت پر ایگزامپل خریداری کردید اگر 4 باکس باشه بازی رقم براتون میگه که 4 باکس است پر ایگزامپل 3 باکس است در هر باکس شما چند یونیت است 50 یونیت است صحیح شده 50 یونیتس در هر باکس شما است و بعد از این ویت به شما روان میکنه صحیح شده باکس ویت روان میکنه باکس ویت روان میکنه به شما صحیح شده پر ایگزامپل به شما میگه که باکس ویت شما است everyone هر یک باکس است پر ایگزامپل 15 ال بی است 15 ال بی ببینید ال بی از کیجی قدر کم است تقریبا 2 ال بی 2 ال بی around 1 کیجی میشه صحیح شده این رقم میشه بعض موضوع از ما و شما چی میخواه ال بی میخواه یعنی چند ال بی است و بعد از این باکس دایمنشن روان میکنه صحیح شده باکس دایمنشن روان میکنه ما و شما در باکس دایمنشن باکس عرض طول ان ارتفاعی می باشه صحیح شده اوکی باکس دایمنشن بس این چیزا پرسنتر رو ما شما روان میکنه بس خلاص دیگه باکس هایت روان میکنه با شما باکس لنت روان میکنه and width روان میکنه صحیح شده بازی چیزا که روان میکنه پرسنتر آلماش ما چی کار میکنم شیپمنت پلان جور میکنیم شیپمنت پلان 15 دقیقه اینجا پورا شده این آلردی پیش ماست پرسنتر به ما روان کرد ما میم اینجا لیست از اف بی ای میکنم یا اینجا لیست از اف بی ای میکنم یا ما اینجا میایم ببینید اینجا ما میایم manage all inventory میایم در inventory ما و manage all inventory کلیک میکنم
ببینید اینجا پیرن چی میاد؟ میسینگ آفر. میسینگ آفر به این خاطر میاد که اینجا 15 دقیقه ازی پورا نشده. صحیح شده؟ 15 دقیقه پورا نشده که ما ایره لیست کردم. وقتی که 15 دقیقه پورا شوه باز اینجا چی نشان میده؟ اوت اف استاک. صحیح شده؟ اور ببینید ما تا اون وقت که این اویلیبل میشوه ما میایم ایره چی میکنم؟ ایره لیست میکنم. اوکی، این رقم باز نشان میده به شما اینجا میای ببینید این سه دات است. به این سه دات شما اینجا چی میکنی؟ کلیک میکنی. اینجا که شما کلیک کردی می اینجا چی است؟ send or replenish inventory. صحیح شده؟ send or replenish inventory ما کلیک میکنیم اینجا. اینجا یک دقیقه منتظر میشم. صحیح شده؟ یک دقیقه منتظر میشم که این صفحه چی شود؟ لود شود. حالا ما چیکار میکنیم؟ ببین لیستینگ خلاص شده، جنس ما سکسسفول به پریپ سنتر رسید. هر وقت که جنس ما به پریپ سنتر میرسه پریپ سنتر این دیتیلز به شما روان میکنه. صحیح شده؟ این چیزا به شما روان میکنه. باز شما چی کار میکنی؟ شما اینجا میای مطابق از این دیتیلز شما شیپمنت پلان خود جور میکنی. یعنی جنس خود ما و شما روان میکنیم با ویرهاوس امازون. حالا ببینید وقتی که ما و شما اینجا شیپمنت پلان جور میکنیم ویرهاوس امازون خو یک دانه نیست. صحیح شده؟ نه دو دانه است. تقریبا ما گپی سال 2023 برتر میزنم. در سال 2023 185 ویرهاوس امازون بود. 185 ویرهاوس امازون بود که در این تقریبا 115 صرف در امریکا بود. باقی در ممالک دیگه بود و پیرن خو زیاد شده. صحیح شده؟ پیرن زیاد شده ویرهاوس امازون. حالا ما شما معلوم نیست که امازون ویرهاوس جنس ما به کدام ویرهاوس شیپ میشه. که جنس ما با کدام ویرهاوسی امازون شیپ میشه. فور ایگزامپل ما اینجا اگر بیایم ما در گوگل سرچ کنم امازون ویرهاوس سیز، ببینید ای اس امازون ویرهاوسز. جنس ما و شما با یک از این ویرهاوس چی میشه و شیپ میشه. ای ویرهاوس است. صحیح شده؟ ای ویرهاوس است، ای ویرهاوس است، ای ویرهاوس است، یعنی گودام امازون است. ببینید ای ویرهاوس است. یک ویرهاوس امازون 20 بار یا 40 بار 50 بار از فوتبالی میدان فوتبال قدر چی است؟ کران است. یه اینترنشنال فوتبال میدان میگم، ما لوکال نمیگم که چیزی که در کره ما و شماست. یعنی از این قدر 20 بار 30 بار کلان میباشه. این قدر کلان ویرهاوس امازون است. صحیح شده؟ حالا ببینید جنس ما و شما به این رقم یک ویرهاوس شیپ میشوه. باز در داخلی ویرهاوس به هر یک ویرهاوس میره، ولی معلوم نیست به ما خو ویرهاوس معلوم نیست که ما جنس خود در کدام ویرهاوس امازون باید شیپ کنم. صحیح شده؟ این ویرهاوس امازون خود به ما و شما میده که جنس شما باید با کدام ویرهاوس امازون باید شیپ شود. این ویرهاوس امازون به ما و شما چی میکنه؟ خود میده. بعد در بین از این رقم کارگر کار میکنه. پیرن خود رقم شده که مکمل چی است؟ ربات است. مکمل سیستم ربات است. پیش رقم نبود، پیش هیومن کار میکرد، الان مکمل این ربات پیش میبره. صحیح شده؟ ببینیم مکمل ویرهاوسی زیر کم ویرهاوسی می باشه. بعد جنس ما و شما که میره در یک ویرهاوس باز هر وقت که آردر میایه جنس ما و شما امازون فولفیلمنت میگیره با مشتری با کستمر چی میکنه؟ و شیپ میکنه. این مکمل ویرهاوسی است. شما اینجا میبینی این جنس ما و شما اینجا در این جایا اینجا میره. حالا ما چه کار میکنم؟ ما اینجا میایم شیپمنت پلان میکنیم. یعنی جنس خود با یک از این ویرهاوس امازون ما روان میکنه. حالا ببینید فعلا ای است مکمل یه ربات سیستم است. ای میکنه مکمل. حالا با یک
به یک از این ویرهاوس ما جنس خود روان میکنم تا که جنس ما سل شو با کستمر آردر بیه. اگر اف بی ام میکنیم ما انوینتری خود در خانه خود میمانم، از اینجا ما دایرکت شپ میکنم، ولی فعلا ما اف بی ام میکنم. اوکی، اینجا به ما شما ویرهاوس امازون معلوم نیست. امازون چی کار میکنه؟ ما ادرس خود میتم، امازون مطابق ادرس ما ادرس ویرهاوس خود میته که جنس ما بر به ویرهاوس باید شپ شد. خب ببینید اول که ما سند اور ریپلنش اینوینتری کنم این صفحه میاد. صحیح شده؟ این صفحه این رقم صفحه به ما شما باز میشه. اولین کار ما چی است؟ اینجا ما شیپ فرام انادر ادرس، ما اینجا ادرس خود میتم که یعنی از کجا جنس ما شیپ میشه. اینجا ما ببینید آلردی ادرس پریپ سنتر خود ما است که ما اینجا دادم. صحیح شده؟ باز شما میتونید که اینجا اد کانتکت کنید. اد کانتکت اینجا شما ادرس خود از هر جایی که اینوینتری شما شیپ میشه با ویرهاوس امازون. فور ایگزامپل اگر اینوینتری شما در پریپ سنتر است، شما از پریپ سنتر جنس خود شیپ میکنید با ویرهاوس امازون، شما اینجا باید ادرس پریپ سنتر میدید. این رقم نشود که شما ادرس ال ال سی اینجا پورت کنید. ادرس ال ال سی اینجا شما نمیاد. این شیپ تو ادرس است. ببینید add new ship from address، از کجا جنس شما شیپ میشه. اگر دایرکت از سپلایر از برند شیپ میشه با ویرهاوس امازون، شما اینجا ادرس برند میتی. اگر اینوینتری شما از پریپ سنتر شیپ میشه و شما اینجا ادرس پریپ سنتر خود میده. اگر اینوینتری شما اینجا از افغانستان شیپ میشه شما اینجا ادرس افغانستان میتی. اگر اینوینتری شما از چاینا شیپ میشه شما اینجا ادرس چاینا میتی. صحیح شده؟ مطابق از این ادرس شما امازون ویرهاوس ادرس میده. ما اینجا میم کنتری یونایتد استیت، کمپانی نیم آپشنال است، نام خود ما اینجا میتم و ادرس خود میتم. صحیح شده؟ اینجا ما ادرس میتم فور ایگزامپل از کجا شیپ میشه و جنس ما اینجا استیت میتم فور ایگزامپل تگزاس. صحیح شده؟ و در آخر چی میکنم؟ ما اینجا فون نمبر میتم سیو میکنم. حالا ببینید اینجا یه ادرس آمد. صحیح شده؟ ما اینا پس دیلیت میکنم به خاطر که ما اینجا ادرس خود آلردی دادم. ما چی میکنم؟ دیلیت میکنم و بعد از این کنتینیو میکنم. این کنتینیو کنم ببینید اینجا آدرس شیپ فرام ادرس میاد. شیپ فرام یعنی از کجا شیپ میشه جنس ما. مارکت پلیس دستینیشن شما چی هست؟ یونایتد استیت است. صحیح شده؟ اینجا بعد یونایتد استیت باید باشه. پایین ما میایم اینجا ببینیم پیکینگ دیتیل است. در پیکینگ دیتیل ما اینجا ایندیویدوال یونیت، ببین ایندیویدوال یونیت شما اینجا پوت نکنید. ایندیویدوال یونیت وقت میشه وقتی که پروداکت شما اقسام داره، یعنی کلرز داره، فور ایگزامپل دیفرنت دایمنشن داره، سایز فرق داره. صحیح شده؟ بعضی وقت شما ما پلن اینجا create new packing template کلیک میکنم. صحیح شده؟ create new packing template. اینجا ما میایم ببینید ما ای اس کیو چی کردم؟ ای اس کیو که ما اونجا دادم ما از اینجا کاپی میکنم، اینجا packing template name ما چی میکنم؟ پیست میکنم. اس کیو که در شروع ما دادم و بعد از این تمپلیت تایپ کیس پیک است یا سینگل اسکیو پلیت است. کیس پیک به چی معنی؟ کیس پیک به این معنی که جنس ما انوینتری ما اقسام نداره، وریشن نداره. صحیح شده؟ باز ما کیس پیک سلکت میکنم. اگر جنس شما وریشن داره، اقسام داره، فور ایگزامپل دیفرنت کلر داره، دیفرنت سایز داره، باز شما سینگل اسکیو پلیت انتخاب کنید. اگر نداره شما کیس پیک انتخاب کنید. پیرن ما میگیم که جنس ما اقسام نداره، کلرز نداره، وریشن نداره. اوکی، یونیت پر باکس. ببینید اینجا برای ما شما کی روان کرده؟ سپلایر. یونیت پر باکس چند است؟ 4 است. نو یونیت پر باکس 50 است. صحیح شده؟ ما اینجا یونیت پر باکس میتم. در یک باکس چند است؟ پریپ سنتر به ما شما روان میکنه. صحیح شده؟ این پریپ سنتر به ما شما چی میکنه؟ روان میکنه. این پریپ سنتر ما شما روان میکنه. بعد از این ما شما چی کار میکنیم؟ ما باکس دایمنشن اینجا میتم. اول ما اینجا چی میتم؟ باکس
ویت ما اینجا میتم. صحیح شده؟ ما اینجا میایم باکس ویت ای پریپ سنتر رو شما روان میکنه. صحیح شده؟ ما اینجا میایم باکس ای اول ویت باکس ما چند است؟ ما اینجا میتونم که باکس ویت ما است فور اگزامپل 12. صحیح شده؟ شما اینجا ببینید این رقم را شما ببینید، اینجا شما یک اشتباه نکنید، اینجا باید شما یک اشتباه نکنید که اینجا این رقم نباشه که اینجا با سانتی متر باشه، شما با انچ کنید. اینجا چی هست ببینید، باکس دایمنشن باید با چی باشه؟ با اینچ باید باشه. این رقم نشود که شما این با سانتی متر حساب کنید، این با اینچ است. صحیح شده؟ اینچ. ما اینجا چی میتونم؟ انچ میتونم. صحیح شده؟ سانتی متر نیست. اگر سانتی متر باشه با شما این سانتی متر کنید. اول ما اینجا باکس ویت میتونم. شما مایکایتان میوت کنید. خب ما اینجا میتونم که این چند است؟ 12 است. بار از این باز اوکی ویت لنت باز میتونم که لنت از هم 12 است و هایت از چند است؟ ما میگیم که هایت از است 14. و باکس ویت چند است؟ صحیح شده؟ ویت باکس باز یه است که شما باز پرسنتر با شما میگه. فور اگزامپل 15 ال بی است. ما میگیم که پر باکس هر باکس ما 15 ال بی وزن داره. صحیح شده؟ هر باکس ما چند ال بی داره؟ 15 ال بی داره. هو لیبل یونیت باز پریپ کی میکنه؟ خود بای سیلر میکنه. صحیح شده؟ پایین اینجا ما میام چی میکنم؟ سیو میکنم. ببینید اینجا برای ما یک وارنینگ داده. صحیح شده؟ باکس والیوم does not meet expected minimum cubic inch. خب ما میگیم که صحیح است، ولی به این خاطر اینجا نشان میده که اینجا ما همیشه رندم یک چی دارم، یعنی اگزکت نیست که چیزی که پریپ ما روان کرده. صحیح شده؟ ما از خود امیر رقم دادم. ما میگیم که confirm and continue. اینجا ما کم منتظر میشم. صحیح شده؟ کم منتظر میشم که اینجا چی بیاد؟ اینجا امی تمپلیت باید بیاید. ما اینجا کم منتظر میشم که امی تمپلیت که من اینجا دادم و تمپلیت باید اینجا بیاید. اوکی اینجا ما کم ریفرش میکنم. حالا که من ریفرش کردم اینجا چی شده؟ ای آمد. یکی اینجا آمد. ببینید بازم براتون میگم صرف ما شما چی چیز از پریپ سنتر داریم. پریپ سنتر به ما شما باکس ویت روان میکنه. صحیح شده؟ ویت روان میکنه به ما شما و بعد از این باکس هایت روان میکنه and باکس لنت روان میکنه. صحیح شده؟ و باکس در هر باکس چند یونیت است. ببینید اگر اینجا این رقم باشه که در سه باکس 50 یونیت است و در دو باکس در یک باکس فور اگزامپل 30 یونیت است. در یک باکس 30 یونیت است. حالا من اینجا چی کار میکنم؟
ما در یک باکس اگر 30 یونیت باشه، باز میتونه که ما شما ایرم ادجست کنیم. چرا که ما میکنم، ما صرف اینجا میم، ما بر از یک جدا صرف اینجا پایین میم ببینیم مور انپوت میکنم، مور انپوت میکنم، اد پیکینگ لاین میکنم. اینجا باز ما امیر کم یک تمپلیت دیگه جور میکنه مطابق اینفورمیشن ای باکس که در این باکس یک دانه باکس 30 یونیت است. صحیح شده که در یک باکس 30 یونیت است، مطابق از این باز ما چی میکنم، جور میکنم. خب اینجا ببینید از ما چی میخواه، باکس میخواه که چند باکس هست. ما میگیم که 3 باکس هست، توتال چند شده، 150 شده. اکسپایر دیت، اکسپایر دیت خود پرسنتر به شما میگه یا خود تانو میتونی که از برند پرسان کنی. باز من اینجا دیت میتم که اکسپایر دیت از چی وقت است. باز من میتم که دیسمبر 2000 جنوری 2027 فرست. صحیح شده. این که خلاص شده. ببینید اینجا چی میاد، پرنت اس کیو لیبل. ما اینجا اس کیو لیبل پرنت میکنم. ببینید با پرنت اس کیو لیبل ما اینجا کلیک میکنم. ما اینجا پرنت لیبل چند بود، 150 یونیت بود. صحیح شده. اپن اس کیو لیبل کدام لیبل است، ببینید این لیبل است. ما اینجا به شما نشان میدم. اپن اس کیو لیبل ما نیستم. این است. این اپن اس کیو لیبل است. ما پرنت کردم با پرسنتر باز ما روان میکنیم. صحیح شده. 150 دانه باید ما پرینت کنم، به خاطر که پروداکت ما 150 یونیت است. ای پین اس کیو لیبل است. صحیح شده. ها حالا ما اینجا اینا چی میکنم، پرینت میکنم. ما که پرینت کلیک کنم باز 150 یونیت چی میشه، 150 یونیت باز اینجا پرینت میشه. باز ما چی کار میکنم، اینجا ready to send میکنم. حالا چی میکنم اینجا confirm and continue. ببین اینجا چی نوشته، send to Amazon. اول بر ما اینجا دو دانه شیپینگ متد داده، یک از امازون فولفیلمنت سنتر یا ای بی ای، یک از ای دبلیو دی یا امازون ویرهاوس اند دیستریبیوشن. ما شما باید کدام یک انتخاب کنید. ببینید ای پرسون شما انتخاب کنید، امازون فولفیلمنت سنتر. صحیح شده. این امازون ویرهاوس اند دیستریبیوشن این چی است، باز به بخیر ما کم یک ویدیو جور میکنم. این باز یک جدا سرویس امازون است. صحیح شده. حالا ما اینجا امازون فولفیلمنت سنتر یا ای بی ای ما سلکت میکنم. پایین ما اینجا میایم، ببینید اینجا چی است، small parcel delivery SPD. پروداکت شما less than and full truckload. اگر جنس شما LTL باشه FTL باشه در ترک میاد، در کنتینر میاد، باز شما اولین انتخاب کنید. اگر جنس شما در باکس می باشه یعنی small parcel می باشه، شما همیشه SPD انتخاب کنید. صحیح شده. ببینید اگر این انتخاب میکنید امازون مکمل پیسه مکمل ترک از شما چارج میکنه. این باید شما انتخاب نکنید، شما باید سمال پارسل دیلیوری انتخاب کنید. صحیح شده. همیشه باید شما اینجا سمال پارسل دیلیوری باید شما انتخاب کنید. ولی باکس ما شما در چی است، در اس پی دی است، یعنی سمال پارسل در کنتینر نیست، نه در ترک است. بعد از این ببینید اینجا امازون پارتنر کریر، شما از کدام طریق جنس خود شپ میکنید. یک از امازون پارتنر کریر
یک است نان امازون پارتنر کریر. حالا شما باید کدام یک انتخاب کنید. اینجا شما امازون پارتنر کریر انتخاب کنید. صحیح شده؟ به خاطر که امازون پیسه کم چارج میکنه از ما و شما و امازون مکمل ریسپانسیبیلیتی جنس ما و شما میگیره و زود شپ میکنه. صحیح شده؟ نان امازون پارتنر کریر شما انتخاب نکنید. امازون خب با تایم با کم قیمت به ما شما شپ میکنه. شپ دیت، ببینید چی وقت جنس شما شپ میشه با ویرهاوس امازون. مارچ 12 فور اگزامپل من اینجا کلیک میکنم که من اینجا میتونم که به مارچ 13 صحیح شده؟ یعنی به 13 تاریخ جنس ما روان میشه با طرف ویرهاوس امازون. باز هر وقت که ما باکس لیبل سند میکنم به پریپ سنتر، پریپ سنتر چی کار میکنه؟ پریپ سنتر باز اونجا به باکس لیبل تاریخ می باشه. صحیح شده که به این تاریخ باید شو ثبت شو، ولی فرق نداره. ببینید اگر این 10 روز بعدم شپ شو کدام فرق نداره، به خاطر صرف فرقی هست که جنس شما ناوقت میرسه به پریپ با امازون ویرهاوس. ولی اگر این تاریخ اشتباه باشه کدام مشکل نداره، صرف است که جنس شما کم 2 3 روز 4 روز 5 روز اگر شما ناوقت روان میکنید، 4 روز شما ناوقت روان میکنید، به اون اندازه جنس شما ناوقت میرسه. پایین ما میایم اینجا چی است؟ ببینید پلیسمنت آپشنز بر ما شده داده. پلیسمنت آپشن داده که یک است استریجن است و یک است سنترال ریجن، یک است وست ریجن. یعنی شما جنس خود با کدام ریجن شپ میکنی؟ با است شپ میکنی، با سنترال شپ میکنی، با وست شپ میکنی. حالا اگر شما اگر شما با است شپ میکنی، کاست میاد توتال کاست میاد $76. اگر شما ایره با سنترال شپ میکنی توتال کاست میاد 93. اگر شما ایره با وست شپ میکنی توتال کاست میاد 125. حالا شما باید اینجا کدام یک باید شما انتخاب کنید. کدام یک برای ما شما خوب است؟ است، وست اند سنترال. ببینید اینجا هیچ کدام فرق نداره. فرق چی است؟ صرف است به ما نزدیک است، در جریان شپینگ کم کاست میاد. سنترال باز ما از وست قدر کم نزدیک است. باز وست از ما دور است، به این معنی که از شرق به غرب ما شپ میکنه. صحیح شده؟ اینجا شپینگ کاست شما باید کدام یک انتخاب کنید. هر یکی ارزان باشه با شما نزدیک است. شما باید پرسون انتخاب کنید به خاطر که نزدیک است و توتال کاست کم اینجا میاد. ببینید باز اینجا 2 پیس از ما میگیره. صحیح شده؟ 2 رقم پیس امازون از ما میگیره. یک است شیپینگ پی. شیپینگ پی چند میاد؟ $54. $54 امازون از ما شیپینگ پی میگیره و شیپینگ پلیسمنت پی. صحیح شده؟ $54 کسی پلیسمنت پی است. پلیسمنت به چی معنی؟ که در موتر بالا میکنه، پایین میکنه، به چک میبره، این پلیسمنت پی. شیپینگ پی از این چند است؟ $22 است. صحیح شده؟ یعنی جنس ما شما که شیپینگ کنه $22، پلیسمنت پی $54 که توتال میشه $76. و این کاست ببینید ما شما وقتی که پروداکت پروفیت کلکولیشن معلوم میکنیم او وقت بعد ما شما میکشیم پروداکت ای کاست. صحیح شده؟ یہ باز ببینید 180 یونیت است. 180 یونیت اگر ما اگر 76 ما دیواید کنیم با 170 این بیخی کم میرسه، 40 سنت میرسه. صحیح شده؟ یا 30 سنت میرسه. این قدر کم و زیاد میرسه، زیاد نمیرسه. بعد از ما اینجا پایین میایم، ببینید باز هم اینجا است سمال پارسل لیدری ما سلکت کردم. اینجا سمال پارسل لیدری سلکت است و اینجا ما UPS امازون پارتنر کاری سلکت کردم. اگر شما میخواهید که در طریق کدام شپینگ کارگوی دیگر DHL است، DHL اکسپرس مکمل بینید کارگو است. اگر شما میخواهید که از طریق شپ کنیم هم شما میتونید، ولی ریکامند میکنم که شما از طریق امازون شپ کنید. ببینید امازون چقدر ارزان شپ میکنه، $22 میگیره. ولی اگر کدام کارگوی دیگر DHL باشه، DHL ایروی باشه، این شاید از ما شما $100 چارج کنه. $100 مکمل شیپینگ پلان خلاص شده. ببینید اینجا accept charges and shipping. این ما که accept کنم امازون از ما $76 چارج میکنه و بعد از بر ما چی میده؟ باکس لیبل میده. صحیح شده؟ ببینید باکس لیبل این است. این باکس لیبل است. از اینجا ما میتونیم چیزی که ما اپینیسکیو لیبل پرینت کردم او رقم با ما اینجا ببینید پرینت باکس لیبل میکنم. حالا باکس لیبل ما تا وقت نمیتونم که ما پرینت کنم تا که ما این $76 به امازون پرداخت نکنم. چرا؟ به این خاطر که اینجا بر ما امازون تریکینگ نمبر میده. تریکینگ نمبر ما با باکس در باکس لیبل می باشه. صحیح شده؟ یعنی شیپینگ
کاست مصارف که میه او در باکس لبل وضع میشه. به این خاطر باز هر وقت که ما اینو اکسپت کنم، یه آخری استپ است دایرکت با ما اینجا باکس لبل نشان میده که باکس لبل خود پرینت کو اینا یه صحیح شده. باکس لبل خود که پرینت کردم باز شیپینگ ما چی میشه؟ کنفرم میشه. شیپینگ ما کنفرم شد. حالا باکس لبل از این ما به شما باکس لبل نشان میدم که باکس لبل چی رقم می باشه. باکس لبل ببینید شد باکس لبل صحیح شده. این باکس لبل است. ببین اینجا ترکینگ نمبر است. میبینی این ترکینگ نمبر است صحیح شده. باز این ترکینگ نمبر ما در گوگل پوت میکنم، در گوگل میتم یا با یو پی اس میتم، یو پی اس گرام میبینی اینجا نوشته است ترکینگ نمبر میتم مستقیما به من نشان میده که جنس شما به ویرهاوس امازون رسید یا نرسید. و خود در امازون سلر سنترال به شما نشان میده که جنس شما چی وقت به امازون ویرهاوس میرسه صحیح شده. چی وقت جنس شما به امازون. حالا ما چی کار میکنم ببینید. این باکس لبل امرای اپنسکیو لبل، باکس لبل امرای اپنسکیو لبل اتچ میکنم، اینا سند میکنم، روان میکنم با پریپ سنتر. پریپ سنتر چی کار میکنه؟ پریپ سنتر اپنسکیو لبل میگیره پر به هر یونیت ما شما چی میکنه؟ چسب میکنه صحیح شده. مثلا پلی جنس ما است به این جنس ما چی میکنه؟ چسب میکنه. و هم باکس لبل میگیره با باکس ما شما چسب میکنه صحیح شده. ببینید امازون FNS کیو لیبل. ببینی این رقم به هر باکس میکنه چسب میکنه. میبینی این ای است، این جنس است. و باکس لیبل باز چی میکنه؟ باکس لیبل باز هر باکس به هر باکس ما شما چسب میکنه. من اینجا باکس لیبل میتم. میبینید این رقم به باکس ما شما چسب میکنه. این باکس لیبل شده. میبینی این ای است باکس لیبل. این باکس لیبل است. میبینی این باکس لیبل شده. حالا مازون پریپ سنتر چی کار میکنه؟ این رقم این خود با باکس چسب میکنه تا که اونجا ترکینگ نمبر باشه که اون معلوم شود که از کجا آمده، از کجا یه شیپ میشه، کجا میره. این مکمل دیتیل اینجا می باشه. ببینید اینجا این مکمل دیتیل با باکس لیبل میشه. ببینید اینجا از کجا شیپ میشه. ببینید شیپ فرام ادرس ما است. یکی شیپ میشه. ببینید amazon.com این ورهاوس امازون ادرس است. اوکی این باز که ترکینگ اینجا باز بارکد است و بارکد ببینید این اسکن میکنه، اسکن میکنه مکمل دیتیل با امازون نشان میده. این ترکینگ نمبر است. از مطابق از این ترکینگ نمبر جنس ما و شما شیپ میشه. صحیح شده. آل کار ما و شما هیچ چیز نیست. چی کار میکنم؟ ما صرف منتظر میباشم تا که ما ایره پس دیلیت میکنم صحیح شده. به خاطر که ما میتونم شما میتونید که ایره پس دیلیت هم کنید. ما منتظر میباشم ببینید که جنس ما چی وقت به امازون ویر هاوس میرسه. حالا اینجا امازون خود بر ما نشان میده که جنس شما کجا رسیده بود، کجا است جنس شما. ببینید این مکمل پروداکت های ماست. میبینید یس ما اینجا ترک شپمنت میکنم. این خود امازون به من نشان میده که جنس شما در راه است، کجا رسیده، چقدر راه مانده، به امازون ورهاوس رسیده یا نرسیده، یا جنس شما از پریپ سنتر روان شده یا تا از پریپ سنتر روان نشده. این مکمل استیپ بای استیپ به شما اینجا در شپمنت سمری. ببینید شپمنت سمری اینجا به شما نشان میده. اینجا که شما میایی انوینتری اینجا شیپمنت است. میبینی شیپمنت بعضی شیپمنت سمری اینجا به شما مکمل با دیتیل نشان میده که جنس شما کجاست، کجا رسیده، در راست چیزی که دیروز ما به شما نشان دادم صحیح شده. هر وقت که به موضوع ور هاوس میرسه بازو به شما میگه که your shipment has been successfully closed. حالا ما چی کار میکنم؟ ببینید
لیستینگ و شipment پلان ما شما چی شده؟ خلاص شد. منتظر میشم تا که بس دیگه چی است؟ فولفیلمنت بای امازون است، FBA است. هر کار برای ما شما امازون میکنه. شیپ هم امازون میکنه، فور ایگزامپل پکیج هم امازون میکنه، آردر که می امازون آردر هم امازون میگیره، پیسه هم امازون میگیره ما شما روان میکنه. یعنی هر کار امازون میکنه. اینجا هیچ کاری ما شما نیست.